سید محمود شاهرودی از مراجع بزرگ شیعه از اجداد مرحوم آقای سید محمود شاهرودی که چند سال پیش مرحوم توصیه می‌فرمایند و من هر وقت حاجت دارم 100 تا صلوات هدیه میکنم به حضرت ام البنین. بعد به ام البنین میگویم که به پسرت عباس سفارش ما رو بکن و حاجتم رو میگیرم. تو यहाँ पे हम आखिर में हज़रत उम्म अल-बनीन ما ذکر توسل من به ذهنم اومد اینو بگم. جناب ام البنین 2 بار درخواست تغییر نام کرد. یه بار از امیرالمؤمنین خواست که یا علی منو دیگه فاطمه نزن. این درخواست به خاطر دل یتیم های فاطمه بود که وقتی منو فاطمه صدا میزنی بچه های فاطمه ناراحت میشه. اما بار دوم درخواست تغییر نام داد، اما اینو به خاطر دل خودش که وقتی 4 صورت قبل درست کرده بود زنان مدینه می اومدن می گفتن ام البنین اینقدر گریه نکن، زاری نکن. صدا زد زنان مدینه دیگه منو ام البنین صدا نزنید، منو ام البنین صدا نزنید، چون ام البنین یعنی مادر پسرها. زنان مدینه من دیگه ام بلابنین هستم، من دیگه مادر بچه ها نیستم، من دیگه پسر ندارم، مرا دیگه ام البنین صدا نزنید.